8 رکعت تراویح در یگان جا نیست برادر عزیز. نه آمده از پیغمبر یگان حدیثی که پیامبرمون 8 رکعت تراویح خوانده است. کجا در این حدیث؟ او حدیثی که 8 رکعت را برادرها بعضی ها میارن، او ای نماز تهجد است. او خودش هم در باب تهجد آمد. یا خود حضرت امام اوزاعی خطیب همین بحث بگیم بحث نه، حتی امام ابو حنیفه را پیش حضرت امام اوزاعی که او مردک محدث بود، حتی شاگرد امام ابو حنیفه عبدالله ابن مبارک وقتی پیش امام اوزاعی رفت برای تعلیم حدیث، گفت از کجایی؟ گفت من از کوفه. اوه گفت همون شهری یک از ابو حنیفه میگن با رای کار میکنه، با عقلش کار میکنه، حدیث های پیامبر مونده تا از همون شهری. میگه عبدالله بن مبارک یکم گپ نزد، خلق کردن برای که شاگرد ابو حنیفه بودن، میدونستن این تهمت در شهری بود. پگاه بعد همون گویم دست خطایی که حضرت امام ابو حنیفه داشتن، هم وکار را آوردن تن حضرت امیر یک مطالعه کرد. مطالعه کرد وقتی بر اومد گفتی مال کی است؟ گو مطالعه کردی؟ ای گو کدام آدمی هست بسیار عالم کلان است. گفت همین امو ابو حنیفه هست که شما گفتین که وای با حدیث آیت کار نمیکنه، با عقلش کار میکرده است. برای بسیار مسئله بود. حتی محمد باقر خطیب نبیره پیغمبر من خطیب حتی روبرو شیدن، همون دارن برده سیاش کردن. گفتن ابو حنیفه از رایش، از عقلش، از شورناکی خودش استفاده میبره. محمد باقر گفت ای مردک خوب، تو سخن بابای من ماندگی به عقل کار میکنی. و حق داشتن گپ زنن، اون نبیره پیامبر بود. این حضرت احترام کرد، گفت بسیار نیک میشد شینیم روبرو هر دومان صحبت شیشتن. میگه گفتن که امام ابو حنیفه را در حال حضرت امام ابو حنیفه یک دو سه مسئله را پیشش آورد. گفت نماز مهمتر است یا روزه؟ ابو حنیفه محمد باقر را گفت کدامش مهمتره؟ گفت البته نماز مهمتره. گفت اگر من به عقلم کار میکردم برای زنکایی که حیض میبینن اگر ماه رمضان میشد میگفتم که خب نمازاتونه نخوانین و نمازاتونه بخوانین و روزتونه نگیرین. ولی فرموده الله مهربان است که زنی که از حیض که پاک شد او روزش قضا میداره و نمازش نمیخونه. اگر چی نماز حکمش بلند است ولی من با عقل کار میکنم، من عکسش فتوا میدادم. محمد باقر گوش خود درست گفت پلیتر گفت پیشابه یا که منی پیشابتره، منی نجیستره یا که یعنی پیشاب به نماز میکنن. اگر آبی منی در لباس مونم بزنن قاقشید بیرش که کردیم ما میتونیم نماز بخونیم. گفت البته پیشاب پلیتره. گفت پیشاب که پلیتر باشد من به عقلم کار میکنم، هر پیشاب دا میگفتم غسل کنیم و در منی مقصد میگفتم که طهارت کنیم. لیکن حکم شریعت که در پیشاب باید طهارت کنن، در منی باید غسل کنن. میگه محمد باقر ای جوش کس ای پیشانیش بوسه کرد، گم پیش من در شما را سیاه کرده بودن. از این لحاظ برادرای عزیز بسیار احتیاطین. من همچو برادرتون به خدای مهربان قسم به خاطر خدا میگم تون یکم غرض نداریم در راستیت منتجشون. ما اولاد به اولاد اجداد با این مذهب اومدیم. همین امام قرضاوی عزیز زنده در شهر قطر از عمرش 90 هم گذشته. یکی از عالم های بسیار برجسته صاحب چند کتاب، حتی شیخ های عرب هم اعتراف میکنن عالمیشه. بین چی میگه؟
میگه در کدام دولتی که کدام مذهب فعال باشد دیگه مذهب داخل نشود که در اونجا فتنه میشود. گفتن حضرت چه خیلی کنیم پیش روی فتنه را بگیریم، همین جنجال های بین مسلمانان نشود. گو کدام دولتی در کدام مذهبی در اونجا مذهب دیگه نرود، اگر که 4 مذهب بر حق هم برادر، لیکن اینش در اینش میگه نداره. همین شبکه هایی که من نمیدونم در روسیه میگیرن اینا می وصال حق توحید و اینا می مثال در تاجیکستان هم یا کانال همین شبکه ها میگیرن، در اینجا میگیرن. انا که همین شبکه ها هم من گوش کردم، اونم عبدالفتاح خدمتی را، اونم عبدالقدوس دهقان، همین را گوش کردم. سوال دادن از افغانستان که حضرت ما همین تراویح را 8 بخونیم یا 20. گفتن که اصلنش بگیری 20 رکعت، 8 رکعت تراویح در یگان جو نیست برادر عزیز. نه آمده از پیغمبر یگان حدیثه که پیامبرمون 8 رکعت تراویح خونده است. کجا در حدیث؟ او حدیثی که 8 رکعت را برادرها بعضی ها میارن، او ای نماز تهجد ای، او خودش هم در باب تهجد آمد، باب تراویح خودش مخصوص باب ای که سخن حضرت عمر میارد که در زمان خودش آمد مردم هم خیلی جمع شدگی هر کی تراویح را جدا جدا میخوان. حضرت عمر گفت ابی ابن کعب است، یعنی حافظ قرآن همون زمان پیامبرمون حتی گو هستن. گو حضرت پیش بدرون درون 20 رکعت ای پشتش حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عبدالله ابن مسعود، جمعی اصحابی که همه عالم و همه صاحب مرتبه بودن ای پشت حضرت نماز خوندن، 20 رکعت خوندن. نمی ترسیدن که یکی اگر ما بازی بگیم حضرت عمر توی را ای جا آوردی، حضرت عمر حکم قتل شب را و از هیچ که حذر نداشتن. کسی سنت پیغمبر ذره اگر یگان عوض میکرد به خدا باور کنید او را احوالش خیلی بد میشید، ولی یک کس اعتراض نکرد. از این لحاظ برادرای عزیز انمی خیلی خلل ها در ما وارد میشه. بعد میاد خودش دیگر دعوا میکنه ما مثال اهل سلفیم. تو اهل سلف نیست، تو اهل نزاعی، تو نظام میاندازی. سلف اهل سلفی هیچ وقت نزاع نمیانداخت، حتی میلش بود تو خیلی همون طرزی که چی نمازی را چی راهی را انتخاب کردی با برای دیگران چی در کردی قدر سختگیری میکنی. ها دست از زیر ناف نمون که نماز درست نمیشود. ای مرد که خوب من قال لا اله الا الله دخل الجنه، لا اله الا الله بگه جنت میره به نمازم باشه. اعتقاد اهل سنت و الجماعه همین است. برای نماز نخواندنش پیش خدا جوابگره، ولی وای مسلمانه، وای مؤمنه. دست از زیر ناف نمون. حدیثش ضعیفه. ای کجا فهمید حدیثی ضعیفه؟ این قدر پیروای ابو حنیفه، این قدر محدث و مفسرا با این چیز دلالت کردن، فتوا دادن، امروز مثال مانع میشود. همین مسئله باور کن این حضرت داملا قطیم شاهده. من یکون سخنی با خدا ندارم. شهر دا بدیم که اکای نامشا نگیرم، مسجد به همین خاطر بستن، همه شا پیش کردن، گفتن برین گم شین قطعی خطانه قطعی هم مسئلاتونه. مسجد بالکل بستن. همین خوب میشه آبادینا. برای همین برادران عزیز بسیار این اختلافات در بین ما، هر نام ها قطعی، ایش میام من تحریریم، ایش میام من داعشیم، ایش میام من مجاهدم، ایش میام فلانیم. هیچ کدام همینا برادران عزیز اگر بگیری خدمت در دین در مقصد چون نیست. خدمت در دین برادر عزیز پیروی ای مذهب حنفی را انتخاب کن، مرحمت خدمت کردن بگی در دین، دعوت که مردم به نماز، دعوت که مردم ای حرام ها من که این قدر برادرای عزیز در اگه من یک شهر شما را در نظر ندارم، من در این جمع گمانی بدم ندارم، ولی من از روی گشت گذارهم اقتباس آوردیستم که ای تاجیکی ما حاضی سلفی هست، تحریری هست،
مثال بگیم تبلیغیش هست، باز آزی باید همه بدتر بدبختش با شیعه پیدا شده که اینش برادر عزیز بگیم تماما با نابخشیدنیه. ما در همون ملکایی که تحصیل کردیم کشتن ما در نزد راه و روش اونها واجب بود. اگر وای مرا بکشد وای راست جنت میرود. هم شیعه را اعتقادش همیه. مسجدهای بودن که نمی رنگ مسجد نمی چواری سرخ کدگی بود در مملکتی که من میخوندم. من گفتم چی بر رنگی سرخش ما انتخاب کن؟ یگان رنگوی سفید سبز میگه امام ایرا شیعه که بکشن ما کرسکه سرخ میکنیم. برادرای عزیز و گرامی، باور کنید هم برای امنمان، هم برای خدمت دینمان، هم برای راه راست انتخاب کردنمان همین مذهب حنفی همش تا کفایت میکنه. از این لحاظ ببینید اولاد اجداداتونه او را در غم در مشکلات در دقت نپرتوید. اگر یقینا شما میلش همین در راه خدا خدمت کردن میخواین با خدای مهربان قزم 5 وقت نماز بخون، از همین مسئله و مسائلی که علمای ما و شما به گوش شما میرسونن همین انشاءالله برای شما کفایت میکنه. لیکن مقصد خیلی اگون هدف دیگر داشته باشید خیلی اوش در حوالت به خدا. من نصیحت نه از برای خدا میگم، ولی تو چی مقصد داری چی نیت داری اونش در برادر از دیگر زوری من نمیرسد. یعنی برادر عزیز یکم امام قتاده گفتن عافیت و رزق، تنجی سلامتی پیامبر دعاش همین مقصده میگه. و رزق هم برادر عزیز شما ای جای دیگه سراغ نکنید. این رزق ای نزد خودش ای. همین حاتم اسم برادر عزیز شاگرد شقیق بلخی بود. وقتی شقیق نزد شقیق بلخی میگه 30 سال خواندم، 30 سال تعلیم گرفتم. بعد از آن میگه یک روز همین شقیق بلخی گفت که حضرت امام شقیق بگیم پرسید که حاتم 30 سال پیش من زانو زدی خواندی از ما چی آموختی؟ بعد از آن میگه حضرت حاتم گفت حضرت من همین دوام 30 سال در 6 چیز برای خودم انتخاب کردم. با همین 6 چیز میخواهم که دنیا را پدرود گویم و با همین 6 چیز میخواهم پیش الله مهربان منزلت مرتبه پیدا کنم. گفتن که گوزم چیه این 6 چیز؟ گفتن یکم چیزی را که حضرت ذکر کردن، گفتن که دیدم بسیار مردم در رازق بدن خدا اعتماد ندارند. یعنی شما میدونید که قرآن میگه ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. خدا میگه من رزاقم، یعنی کفیل رزق شما منم، رزق شما را من تأمین میکنم، من صاحب قدرت و توانایی هستم. خدا میگه وقتی خدا که کفیل رزق ما باشد، پس در عکس ما چی گفته میتونید؟ برادر تو نگو که مرا استعداد خدمت، مرا مهارت خدمت، مرا دواده و پراپر خدمت. نه، اگر چنده حرکت ایتا هم باشد، ولی برادر عزیز اینم یک تخمین که امروز برای همو بگذار مگزین داری یا کاری مثال هر جا کاره داری، این تا بگر بی چند سوم سودا میشه. پگو هم ببین همون مهنت صرف که همون ساعت قدی برای کوبین همون پیدا میشه یا نمیشه؟ نمیشه. رزق چیزی مقدریه. بعد حضرت حاتم گفت من به همین آیت تکیه کردم و ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها کل فی کتاب مبین. از سوره مبارکه هود آیت 3 هست برادران. ببین خود چی میگه؟ گفت من به همین آیت تکیه کردم. کدام آیت؟ خداوند میگه هر یک جنبنده ای که در روی زمین است، خواه آدم خواه حیوان خواه حشرات چیزی باشد جان داره، من رزق او را تامین میکنم.
алло ра бин медонам яъламу мустақарраҳа медонам ки ҳатто ризқи ту дар куҷое дар куҷо там ризқа меёбӣ ман адресша медонам мегӯям ва муставдааҳа худо мегӯяд ман медонам ки ҳатто ту дар куҷо порчаи замин хона месозӣ хонасозӣ та медонам зеро ҳамаш назди худо ай бародари азиз абдулқодир бедил аҷоиб мега ризқро рӯзирасон пар медиҳад бемагаз ҳаргиз намонад анкабут бехакои хонаро бубинед тор метана анкабут тортанако метана анкабут тортанако аинҷа паша бечоро пашаро қабила метавонад аинҷа паша худаш мега ризқро рӯзиразон пар медиҳад худаш парида ба пеш тортанака меравад мезанад дар туриу ӯ хурданаш мегирад ризқа худо пар мета худаш меравад барои ҳамин бародарои азиз ризқам дар ҳамин дуо медрояд худоё мақсад мара ризқ берасон ризқ ӯ як одам будаст мегуфтааст ки худоё ҳаминро бугум хай баъдан қатш кинем ҳазрат то шумо бугум ана мегӯяд ки як одам будаст фақат дуошо мекунад худоё мара ризқи буғоса бите буғос бародарои азиз дар луғат ҳамин зоғи сиёҳ вақте ки бача мекунад бачаш пашмакои сафед дорад пашмакои сафед доштаи вақте мега пашмакои сафеди зоға мебинад мегуфтаст бачаи ман нест мепартофтаиш мерафтай мега худованд ҳамин чӯҷаеро ки ако пашмои сафед дорад қидрати шикор карда надорад дар танаш як бӯи пусидагиро меоварда мемонад як бӯи бисёр ғализеро ки ҳамин кирмҳо фикр мекунад ки ҳамин ягон чизи мурдагӣ аст ба пеша мияд ҳамин пеш ки бияд мехӯрашад то калон шиданша мега бо ҳамин бӯи худ шикор мекард кирм мехӯрдааст бубинед вақте ки парҳош ки мега сиёҳ мешидааст баъд модараш пешаш меомадааст ин мардак доим мегуфтааст худои мара ҳамин ризқи буғоса бди мақсадам ҷо якум даштагӣ бо шумо омада бигирад доим дуош ҳамин будай лекин дуоям дуои хуб вале қудрати илоҳиро бики ҳамура дар ҳамун ҷаҳан бародари азиз бекасу бесоҳиб намемонад ҳамура дар вуҷуд як бӯи бада мепартояд кирмакон миянд хӯрданашон мегирад ин аст бародарои азиз дуое ки